4 ذکر معجزه‌گر. قرآن و اذکار آن و همچنین روایاتی که درباره ذکر گفته شده است بسیار میتوانند در زندگی ما مؤثر باشند و کمک کنند در لحظات سخت با یاد خداوند آرامش بگیریم. با 4 ذکر معجزه‌گر در ادامه این ویدیو آشنا شوید. لطفاً با ما همراه باشید. همه ما با اذکار مختلف آشنایی داریم، ولی برخی اذکار هستند که با وجود این که بسیار ساده و آسان هستند، اما از آنها غافل هستیم. در قرآن آمده است که با یاد خدا و ذکر نام او آرامش میگیریم. امام صادق علیه السلام فرموده است: در شگفتم برای کسی که از 4 چیز بیم دارد، چگونه به 4 کلمه پناه نمیبرد؟ اول، در شگفتم برای کسی که ترس بر او غلبه کرده، چگونه به ذکر حسبنا الله و نعم الوکیل آیه 171 سوره آل عمران پناه نمیبرد، در صورتی که خداوند به دنبال ذکر یاد شده فرموده است: پس آن کسانی که به عزم جهاد خارج گشتند و تخویف شیاطین در آنها اثر نکرد و به ذکر فوق تمسک جستند، همراه با نعمتی از جانب خداوند یعنی عافیت و چیز زاید بر آن یعنی سود در تجارت بازگشتند و هیچ گونه بدی به آنان نرسید. دوم، در شگفتم برای کسی که اندوهگین است، چگونه به ذکر لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین آیه 87 سوره انبیا پناه نمیبرد، زیرا خداوند به دنبال این ذکر فرموده است: پس ما یونس را در اثر تمسک به ذکر یاد شده از اندوه نجات دادیم و همین گونه مؤمنین را نجات میبخشیم. سوم، در شگفتم برای کسی که مورد مکر و حیله واقع شده، چگونه به ذکر افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد آیه 44 سوره غافر پناه نمیبرد، زیرا خداوند به دنبال ذکر فوق فرموده است: پس خداوند موسی را از اثر ذکر یاد شده از شر و مکر فرعونیان مسئول داشت. چهارم، در شگفتم برای کسی که طالب دنیا و زیبایی های دنیاست، چگونه به ذکر ما شاء الله لا قوة الا بالله پناه نمیبرد، زیرا خداوند بعد از ذکر یاد شده فرموده است: مردی که فاقد نعمتهای دنیوی بود خطاب به مردی که از نعمتها برخوردار بود فرمود: اگر تو مرا به مال و فرزند کمتر از خود میدانی، امید است خداوند مرا بهتر از باغ تو بدهد. ذکر و دعای قوی برای درمان و ترک اعتیاد. دعای ویژه‌ای که مختص به ترک مواد مخدر باشد در روایات نداریم، اما دعاهایی داریم که طی آن میتوان هر حاجت مشروعی را از خداوند خواست و نیز میتوان از دعاهای بهره جست که برای رفع بیماری وارد شده است. ترک اعتیاد به مواد مخدر بر روند درمان روانی یا پزشکی و اعتیاد به مواد مخدر مانند تریاک، هروئین، کوکائین، برخی داروها و الکل اطلاق می شود. بنابر تعریف اداره خدمات مواد مخدر و بهداشت روانی امریکا در سال 2010 میلادی که بر اساس تجربیات کسانی که خود را از چنگال اعتیاد رها کردند بنا شده است، تعریف ترک اعتیاد یا بهبودی از اعتیاد به این شرح است: بهبودی یک فرایند تغییر است که از طریق آن افراد برای به دست آوردن سلامت، رفاه و آسایش خود و به دست گرفتن اختیار زندگی تلاش کرده و کوشش می کنند تا همه امکانات و قابلیت‌های بالقوه خود را مجدداً به دست آورند. دعای ویژه‌ای که مختص به ترک مواد مخدر باشد در روایات نیست، اما دعاهایی هست که طی آن میتوان هر حاجت مشروعی را از خدا خواست و میتوان از دعاهای بهره گرفت که برای رفع بیماری وارد شدند، که از هر یک از این 2 مورد اشاره شده نمونه هایی را می آوریم. اول این دعا: ترجمه آن:
خدایا از تو چیزی میخواهم که از آن آگاهی ندارم و اگر آن را میدانستم از تو میخواستم و از تو میخواهم به حق هر نامی که آن را در علم غیب به خود اختصاص دادی که رحمت فرستی بر محمد بنده رسول و امین تو بر وحی و این که همه گناهان مرا بیامرزی، همه خواسته های مرا برآورده کنی، مرا به آرزوهایم برسانی. آسان کن بر من آنچه را که دوست دارم و مراد من است. مرا با سرعت و شتابان به خواستم برسان. رزق گسترده را روزیم گردان و غم و گرفتاری و اندوهم را برطرف کن ای مهربان ترین مهربانان. دوم، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند در هنگام بیماری در حالی که زیر آسمان قرار میگیری دستها را بلند کن و بگو ترجمه آن: خدایا براستی تو اقوامی را در قرآنت سرزنش نموده و به پیامبرت گفتی بگو کسانی را که غیر از خدا معبود خود میپندارید بخوانید. آنها نمیتوانند مشکلی را از شما برطرف سازند و نه تغییری در آن ایجاد کنند. پس ای که جز او کسی نمیتواند مشکلی را از من برطرف کرده و نه تغییری در آن ایجاد کند، بر محمد و خاندان پاکش درود بفرست و مشکلم را برطرف کن و آن را بر کسی قرار ده که همراه تو معبود دیگری را میخواند، چرا که من گواهی میدهم که معبود جز تو نیست. دعاهای دیگری که در کتاب‌های ادعیه آمده است: برای ترک سیگرت یا سایر عادات بد روزانه 110 مرتبه این دعا را بخوانید و مدت بر آن مداومت کنید که مجرب است. و نیز این دعای قرآنی به طور کلی برای ترک عادتهای بد و گناهان بسیار مجرب و مؤثر است. سوره مبارکه فاتحه را بر ظرف از آب بخوانید و زمانی که به کلمه اهدنا رسیدید 70 بار کلمه اهدنا را تکرار کنید و پس از اینکه 70 بار تکرار کردید سوره فاتحه را تکمیل کنید و بر ظرف آب بدمید و آب را به فردی که عادتهای بد دارد و یا مشروب خوار است بنوشانید. انشاءالله به اذن خداوند تبارک و تعالی به زودی عادات بدش برطرف می شود. و همچنین وفق شریف سوره انعام را در کاغذ بدون خط بنویسید و در یک گیلاس شیر حل کنید و آن را ناشتا به فردی که رفتار خوب ندارد بنوشانید. انشاءالله رفتارش اصلاح خواهد شد.